بهترین لحظات زندگی در آغوش کشیدن نوه عزیزم هست. روح تازه‌ای به زندگی انسان میده. کاش بیشترم بوده. از قدیم گفتن بچه بادومه و نوه مغز بادوم. نوه و نتیجه هایی که دنیای شیرینی رو برای پدرها و مادر بزرگها رقم میزنن. من هم نوه دارم هم نتیجه دارم، دوتا گل. من دوتا نوه دارم، بال و پر میگیرم، پرواز میکنم که اونا رو بغل کنم. پر انرژی هستم وقتی نوه‌هام دور و برن من. حالا امروز در هفته سالمند پدرها و مادر بزرگها دور هم جمع شدن تا از دوران سالمندی و طعم شیرین نوه داشتن بگن. خیلی دوستشون دارم، فقط دوست دارم که همیشه بیان پیشم. مادرشون دعوا میکنه، من میگم اب نداره، تا خونه من هستم باید بچه‌ها اینجا تفریح داشته باشن. میگن خونه مادر بزرگ پدر بزرگ دیگه، هر چی دوست دارم انجام بدم. خودم میپزم، حاضر میکنم، سرپا رو باز میکنم، بچه‌ها نیت میخوره، صلوات بفرستم، میخندم. البته در کنار این خاطرات خوش، نوه‌ها هم از لذت بودن در کنار پدرها و مادر بزرگهاشون گفتن. کلی آتیش میسوزونیم دیگه، تنها کارمون همینه. پتوها رو میریزن، بالش‌ها رو میارن. خونه مادر بزرگ وجودی که هوا تو دارن، خب خونه خودشون هواتونو ندارن. مامانجونمون موقعی که شب ما میخوابیم رو دست رو سرمون میذاره برام قصه تعریف میکنه. البته خاطرات ناب قدیم هم جاش توی این روزها خیلی خالی بود. دور کرسی میشستن برامون مثلا قصه میگفتن بهمون، از اون چیزهای قدیمی میمیدن، تنقلات قدیمی بهمون میدن، خوشحال میشدیم. تابستون میرفتیم اونجا، بهترین دوران زندگیمون. طبیعت، روستا، بوی نون تازه. در کنار اینها مدیر سلامت شهرداری تهران هم در مناطق مختلف بستری رو مهیا کرده تا پدرها و مادر بزرگا دوران سالمندی خوشی رو پشت سر بذارن. همین که سالمندان رو زمینه‌های حضورشون رو تو جامعه فراهم کنیم، این میتونه یکی از مأموریت‌های شهرداری‌ها به ویژه شهرداری کلانشهر تهران باشه. توی این روزهاست که میتونیم با رفتن به خونه پدرها و مادر بزرگهامون دلشون رو شاد بکنیم و قدر بودنشون رو بدونیم. نوام عشقم. زیاد دوستش دارم. بهترین حس از وجود اونا میگیرن. آرزوی ما خوشبختیشونه. انشالله که خدا هر که داره براش ببخشه. مونا شمسایی، خبرگزاری صدا و سیما.